حتی در حدیث ها دیدیم که هرگاهی که خروس اگر آواز کند شما دعا کنید که خروس ملائک را میبیند. هرگاهی که اگر سگ آواز بلند کرد یا خر آواز بلند کرد شما به سوی خداوند پناه طلب کنید که اینها جن را میبینند. چشمی فرزند آدم اینها پوشیده است، گاه می شود که انسان هم جن را ببیند. نازنین مفتن ملائکه ها که اینها فرق زیادی دارند. ملائک نه میخرد نه مینوشد، دینه دارند نه زن دارند. در بین اینها این فقط کار ملائک این یاد الله مهربان است. میگه ملائکه ها را خداوند از نور آفریده است، از روشنایی، ولی جن را من مارج من نار، از شعله آتش آفریده است. و ان آدم خلق من طین، ولی انسان را خداوند از خاک آفریده است.